أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. در سوره سپاره 29 سوره المعارج. سوره معارج سوره مکی هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سؤال کرد یا درخواست کرد. سائل یک سؤال کننده. از چی سؤال کرد؟ به عذاب واقع، در مورد او عذابی که واقع شدنی هست. الله متعال میگه لیس للکافرین، برای کافران، لیس له دافع، نیست برای زی عذاب دافع، دفع کننده، من الله، از جانب الله هست که ذی المعارج، یعنی صاحب مقام بسیار عالی هست. تعرج الملائکة، بالا می روند ملائکه، و الروح و جبریل امین علیه السلام. ایره به خاطر ازی که جبریل امین علیه السلام یک رتبه خاص داشت، ایره تخصیص میده، چون این هم در جمله ملائکه هست، لکن مشخصا نامش میگیره به خاطر عزت زیادی ازی پیش الله. الیه، بسوی الله بالا می روند. فی یوم، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه، در او روزی که مقدارش 50,000 سال است. در قسمت از این مفسرین کرام میگن که روز قیامت 50,000 سال امو هنگام یا وقتی که محاسبه صورت میگیره، حساب کتاب. در غیر از او قیامت تا که شد دیگه، روز آخرت دیگه ختم ناشدنی هست. چرا روز آخرت دیگه وقتی که زندگی بعد از مرگ میشه، بالاخره انسان ها از حشر است و بعد از حشر حساب و میزان و کتاب و مثلا صراط و قنطره و بالاخره جنت است و یا هم دوزخ. الله ما و شما را نجات بده از دوزخ و مستحق جنت بگردانه. پس به این خاطر میگن که این روز ختم ناشدنی هست، ولی امی 50,000 سنهش مخصوص چی است؟ امی محاسبه و حساب و کتاب که ازی تقریبا 50,000 سال می باشه. والله اعلم. فصبر، الله متعال میگه پس صبر بکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، صبرا جمیلا، صبر بسیار جمیل و زیبا و درست. انهم، یقینا که مردمای بیدین، یرونه، امی روز قیامت میبینند، بعیدا، دور، یا گمان میکنند که بسیار دور است. والله متعال میگه و نراه و قریبا، ما ایره بسیار نزدیک میبینیم. یوم تکون السماء، روز قیامت روز است که آسمان ها می باشند کالمهل، مانند مس ذوب شده، اما تو رنگ زرد، وضعیتش خراب و بسیار به حالت هیجانی. و تکون الجبال، و کوها که هستند می باشند کالعهن، مانند پشم ندافی شده. وقتی که پشم های رنگه را شما ندافی بکنین، ببینین که همون توته رنگارنگ چی می باشن در آسمان دیده میشن. کوها هم همین قسم تکه تکه میشه از حول قیامت. ولا یسأل حمیم حمیما، و هیچ وقت سوال نمیکنه یک دوست از دوست دیگیش، کلگی در غم جان خود می باشه. یبصرونهم، این مردم این حالت میبینن. در این وقت مسلمان و بیدین طبعا حالتش تفاوت می باشه. یود المجرم، انسان مجرمی که در دنیا جرم کفر داره، جرم شرک داره، جرم بدعت داره، جرم گناه های کبیره داره، جرم گناه های صغیره داره، این انسان مجرم چی میگه؟ آرزو میکنه لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، خصوصا کسایی که کافر هستن و عذاب سخت منتظر از اونها هست و مورد رحمت الله قرار نمیگیرن دیگه. این مجرم کافر و مرتد و منافق و مشرک زندیق، این چی اراده میکنه؟ چی میگه؟ امید میکنه لو یفتدی، اگر ای بتانه فدیه بته یا عوضی بته، من عذاب یومئذ، از عذاب ایروز، ببنیه،
حتی اراده میکنه که فرزند خدا بته به عوض خود و خود نجات بده، چون فرزند بسیار شیرین می باشه. و صاحبته، یا خانم خدا بته و خود نجات بده. و اخیه، و برادر خدا بته خود نجات بده. و فصیلته، و تمام امو اهل قریه و وطندارا و کوچگیا و هم منطقی خدا. التي او کسانی که تویه ایره بسیار پناه میدادن در سختی ها، امرایش در پالوش استاد میشدن، همی قوم و اقاربش. کل از یارم بابتون خب مزی عذاب خلاص شم. و من فی الارض جمیعا، یا هر آنچه که در زمین از کل شبته برای الله، که یا الله کل زمین ثروت مرا، دارایی مرا، مال مرا، فامیل مرا، خانوادی مرا بگی، ثم ینجی، سپس او را نجات بدهد. کلا، الله متعال میگه این چنین شدنی نیست. این عدالت الهی هست، در اینجا ظلم نیست که مثلا قاضی یا سارنوال یا پلیس یا مثلا کسی که قدرتمند است و ظالم باشه در مقابل جنایتکار پول بگیره و یا واسطه بگیره یا رشوت بگیره. کلا، هیچ ای کارا در اینجا شدنی نیست. انها یقینا که امی آتش دوزخ لظا، یک آتش بسیار تیز و سوزاننده هست، نزاعتون، کشنده هست، للشوا، پوست ها را. مجردی که در جان انسان برسه امی پوستش از وجودش میکشه، یعنی بسیار سخت است. تدعو، میخواند، من ادبره، کسی را که پشت کرده باشه، و تولا، و روی گردانیده باشه. این انسان هایی که از قرآن رو گرداندن، از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله رو گرداندن، کسایی که از پذیرفتن حق، از عقیده توحید رو گردانیدن، اینا را صدا میکنن. و جمع، این کسی کرده بود انسان بیدین وقتی که برش حق بیان میشد پشت خود دور میداد، و تولا، روی خود دور میداد. و جمع میکرد مال خود را، فاوعا، بازی دیگه در اوعیه چی نمیگه؟ امو ظروفی که در بین از مثل سیف و مثل بکس و مثل صندوق و مثل گو صندوق اینا هست، در بین از این مالهای خود چی میکرد؟ خوب هم جمع کده میرفت دیگه، بسیار خوشحال بود. و به این خاطر وقتی که برش گپ حق گفته میشد بازی مخالفت میکرد. این الانسان، الله متعال میگه یقینا که انسان که از خلق هلوعا، خلق شده بسیار بیخبر. از اول انسان بسیار بیخبر می باشه، علم نداره، دانش نداره. این انسان وقتی که خلق شده بسیار حلوع می باشه، بسیار بی صبر می باشه. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که برش سختی برسد، شر، تکلیف، جزوعا، بسیار داد و فریاد میکنه. و اذا مسه الخیر، وقتی که برش برسه یک خیر و خوبی، صحت و صحتمندی، مال و زندگی، باز منوع، بسیار منع کننده می باشه، بخیل می باشه. این صفت انسانهای بیدین است. الا المصلین، مگر انسانهای نمازگزار. مصلین ای موحدین، کسانی که با توحید نماز می خوانند. الذین، او کسانی که هم علی صلاتهم دائمون، با نماز خود یا صله و رابطه خود با الله دائمون هستند، دائمی هستند. یعنی رابطه خدا با الله همیشه دائمی، ایره مستحکم نگاه میکنن، قطع رابطه با الله نمیکنن. یعنی کسی که نماز نمیخونی در حقیقت قطع رابطه با الله کردن. دیگه صفت مؤمنین متقین کدام یکی است؟ والذین، اون مردمای هستند که فی اموالهم، در مالهایشان، حق معلوم، حق معلوم دار است. یعنی الله خو برشان تعیین کرده فرایضه، او رو انجام میتن. حتی خودشان هم یک قسمت از مال خود چی کردن؟ تعیین کردن. برای کی؟ للسائل، بر سوال کننده ها، والمحروم، و به مردمایی که محروم هستند، یتیم است، بیوه هست، معلول است، معیوب است، کسایی که نمیتونن کار بکنن و زحمت بکشن، محتاج هستند، بر از اینا حق را معلوم کرده. والذین، و کسانی که یصدقون بیوم الدین، تصدیق میکنند بر روز جزا. این صفت دیگه مؤمنین است. والذین، و این کسان دیگه هستند مردمای با تقوا که هم من عذاب ربهم، با وجود از اینکه اینا مؤمن هستند، موحد هستند، عامل هستند، لکن باز هم از عذاب پروردگار خود چی هستند؟ مشفقون، میترسند. چرا؟ قلب مؤمن در بین چی میباشه؟ خوف و رجا. این یقینا که عذاب ربهم، عذاب ربشان، غیر مأمون، یعنی چی هست؟ مأمون
یک چیزی که انسان از او در امن باشه، یعنی از عذاب الله هیچ کسی در امن نیست. عذاب الله بی خطر نیست. عذاب الله تو نیست که یک انسان، همین مشکل بعضی مردمای بیدین است که تو فکر میکنه که والله ما از عذاب الله خلاص شدیم. الله میگه نه، از عذاب الله هیچ کسی در امن نیست. شما چطور فکر میکنین؟ بعضی کسا رو قرارم در یک چوکی شیشته و دیگه می دست شماچ میکنه و دست خدا بر ازو میته، خودش به این معنا دیگه که من دیگه از عذاب الله در امن هستم. همین خطر است. بعضی کسایی که نمیفهمه و دیگه را باز میگه که این خودش خود جنتی است. عالمه به شما دیگه میخوایم که چی کنم؟ یک کس را مدیدم مرا گفت که بیا که استاد من خو قلبم کاملا از ایمان و از تقوا و از کل چیز پر است، به این معنا من خود جنتی هستم، از من خلاص است. البته دسته که من بر تو ایمان تیر کنم. الله میگه ان عذاب ربهم غیر مأمون. انسان های متقی کسایی هستی کنین، این صفت انسان های با دین است که الله متعال میگه با وجود از اینکه اینا نماز میخوانند، روزه میگیرن، موحد هستند، توحید مراعات میکنن، از شرک خدا نگاه کردن، در مال خود حق الله را مراعات میکنن، تمام عبادت ها را میکنن، لکن با وجود از این هم از عذاب پروردگار خود مشفقون هستن، میترسن. قلب انسان مسلمان خوف است و رجا هست. ما به رحمت الله امیدوار هستیم، اما از عذاب الله میترسیم. امیال من نمیفهم که شما الله شما را بالاتان رحمت کرده. بسیاری وقتا استاد میباشه، بدبختی استاد و همین کسی که تفسیر میکنه و حدیث درس میده یا قرآن درس میده، سنت درس میده، بدبختی از این است که بعضی اوقات شیطان در قلب از وسوسه میکنه، ایره به ریا داخل میکنه، به غرور داخل میکنه، به تکبر داخل میکنه، شاگردش به جنت میره، استادش مستحق عذاب میشه. همیشه انسان میترسه یا الله پروردگارا ما خی کار میکنیم، ما را از ریا نگاه کو، از کبر نگاه کو. چرا که حتی در حدیث شریف میگه که میگه یک کس رو ببین در روز قیامت خوب عالم از کشکش کرده، به طرف عذاب الله در دوزخی رو میبرن. یا الله چی کردیم؟ میگه تو خو شهرت میخواستی، قدرت میخواستی، پیسه میخواستی، دنیا میخواستی، داده شد برات. کلگی گفت که بسیار عالم بود، بسیار دانشمند بود، بسیار پوهان بود، بسیار دکتر بود، بسیار متخصص بود، بسیار فیلسوف بود. آل تو کل کار به خاطر دنیا میکردی، باز امی عالم کشکش کرده به طرف دوزخ میبره. پس از این خاطر انسان میترسه که یا الله ما در جمله از این نباشم. بعضی کساس شیطان در قلبش چون علم نداره، قرآن نمیفهمه. این آیت قرآن سر خود هر عالم باید تطبیق بکنه، هر پیر تطبیق بکنه، هر مرشد تطبیق بکنه، هر پیغمبر زاده سر خود تطبیق بکنه، هر مولوی زاده سر خود تطبیق بکنه، هر دکتر و پوهاند متخصص سر خودی رو تطبیق بکنه که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، که از عذاب رب خود چی هستن؟ میترسن. چرا میترسن؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون. عذاب الله از این هیچ کسی غیر مأمون است، یعنی بسیار هیچ کسی در امن نیست. غیر مأمون از امن گرفته شده، میرسه به یک انسان. از این خاطر انما الاعمال بالخواتیم، کسایی که حالت دارن یک دفعه خاتمه میشه، ببینی که در شرک و در کفر مبتلا میشه، در یک پیروی از طاغوت مبتلا میشه، یک دفعه ببینید در آخر عمر کافر میشه. از این خاطر بسیار باید انسان متوجه باشه. و مردمایی که از علم و از دین بیخبر هستن، بازی قرار شش چند دیگه فکر شیطان برش میگه تو خود جنتی شدی، تو خود جنت رفتی، تو خود نجات پیدا کردی، آل توت یک کار دیگه بکو که دیگه را دیگه باز دیگه بازی میگه که والا صاحب کلان ما کس نه. الله میگه والا تزکو انفسکم، شما تزکیه نکنین. بازی زیر دستا دیگه میگه که نه، این کلان ما کس، این ولی الله هست، این بزرگ الله هست، این الله بخشیده است، این جنتی هست. ما میریم از فیض ازی چی کنیم؟ از فیض ازی حاصل بکنیم. الله میگه که اگه فیضی نمی هست که آیت قرآن برشان بفهمن که والذین سعی کنین. صفات مسلمان ها اینجا چی گفت؟ گفت الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، سعی در نماز خود دائم هستن. بعضی کساس شیطان برش میگه نه نماز نخوان، تو معاف هستی. میبینی الله متعال میگه علی صلاتهم چی هست؟ انسان با تقوا دائمی. رسول الله صلی الله علیه و تا آخرین لحظه مرگ خود نماز ترک نکرد، حتی جماعت ترک نکرد. حتی در زیر شانش دو صحابی زیر دو شانش داخل میشه، رسول الله پای خود بالا کرده نمیتونه، میگه پایایش کش کرده میره و در مسجد میره و مردم منتظر است که رسول الله صلی الله علیه و نماز جماعت بده. رسول الله صلی الله علیه و میگه تا جماعت دادن نمیتونه، اشاره میکنه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ابوبکر پیش بکنین، برو تو پیش نماز بده. و
و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی میکنن؟ نماز میتن. لکن رسول الله صلی الله علیه و تعمیل لحظه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و میفهمید آیت قرآن که الذین هم علی صلاتهم چی است؟ دائمون است. نگفته که تو باز یک چند وقت نماز بخوان باز چند وقت بعد تو چی میشی؟ معاف میشی. والذین فی اموالهم حق معلوم. دیگه مسلمان کی است در مال خود حق معلوم کرده؟ بر کی؟ تو نیست که کل ما را در جیب خود میپرده، نه، از جیب خود بده، بر سائل بده، بر محروم بده، تو مصرف بکن. والذین یصدقون، دیگه کسایی هستند که اینا تصدیق میکنن به روز آخرت، حقیقتا آخرت میشناسن و تصدیق میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینی از مؤمن حقیقی که از عذاب رب خود چی است؟ والذین هم من عذاب ربهم، والذین هم من عذاب ربهم، و کسانی که از عذاب رب خود چی هستند؟ در ترس میباشن همیشه. تا چه وقت میترسد؟ تا زمانی که شهادت نامه برش داده شود در روز قیامت. اون وقت که دفتر اعمالت به دست راست رسید، باز او وقت میگه این حال نجات پیدا کرد. در غیر از او انسان از عذاب الله میترسد. مشفقون. ان عذاب ربهم، یقینا که عذاب ربشان غیر مأمون، در امن نیست، بی خطر نیست و از او هیچ کسی در امن نیست. چرا؟ خاتمه ما و شما چی هستن؟ مستور هست، نمیفهمیم. ابن ابی ملیکه یک تابعی مبارک است، میگه من 30 صحابی را دیدم. 30 صحابی. میگه 30 صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و دیدم که ارسی از اینا سر ایمان خود میترسیدن. چرا این آیت قرآن میفهمیدن که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. 30 صحابی میگه میترسیدن. اگر این صحابه باید چه مقام عالی دارن، آیات قرآن بازم میترسیدن که آیا الله ایمان مرا قبول کرده؟ الله مرا میبخشه؟ خاتمه ما به کلمه هست؟ والذین، دیگه از صفت مردمای مؤمن واقعی چی است؟ که هم لفروجهم حافظون، که اینا شرمگاه خودم محافظه میکنه. محافظه از شرمگاه این میشه که از زنا دوری میکنه، از همجنسگرایی دوری میکنه، از اسباب زنا. اسباب زنا چی هست؟ لباس چسب، رقص، مجالس موسیقی، مجالس ساز. این کلش دعوت است به طرف چی؟ به طرف همین کسایی که میرقصن جسم خدا نشان میتن برای مردم. باز این شرمگاه خود حفظ نمیکنه. والذین هم لفروجهم حافظون، حفظ میکنن. الا مگر علی ازواجهم، به همسرانشان، او ما ملکت ایمانهم، و یا آنچه که مالک شده دستایشان، کنیزایشان، فانهم غیر ملومین، یا ملامت نیستن. فمن ابتغى وراء ذلك، پس هر کسی که بغیر از همسر خود، حالا خود کنیز نیست، فقط همسر است. اگر کنیز به جهاد اسلامی باشه و مسلمان ها بتانن کنیز داشته باشه، کنیز بگیره از کفار، بغیر از این دو، فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی بغیر از کدام کار دیگه را میکنه، یا از طریق فکر کردن در زنا، یا از طریق مثلا استمناء بالید، توسط دست خود استفاده میکنه، یا توسط چشم خود، یا توسط گوش خود، این کلش زناها حساب میشه. زنا العین، نظر، زنا الید، دست هم زنا میکنه، گوش هم زنا میکنه. از اینا اگر کسی استفاده های نامشروع میکنه، چشم چرانی میکنه با دست خود، با گوش خود، با دیگه وسایل میرقصه، فاولئک هم العادون، اینی مردم ها باز تجاوزگر هستن، از حد تجاوز کردن. والذین، دیگه از صفت مؤمنای واقعی چی است؟ که هم لاماناتهم، ایشان به امانت های خود و عهد خود چی هستن؟ راعونی، امانت و عهد خود خوب مراعات میکنن. وقتی که برش یک نفر یک قلم هم امانت بده، ایده جیبش بانه و خطا میباشه که یا الله این امانت مردم در پیش ما مانده، زود برش بتم. یک کسی پیشش مال خودم مانده، همیشه در فکر است که والا فلانی نفر این قدر مالش پیش من هست و این نشه که از پیش من ضایع شه. یا یک لباسش این مؤمن است. آل بسیاری وقتا را سهل کنی، یک کسی را میبری کالای تا در خانهش میمانی، دیگر رو سهل میکنی که وقت مولوی صاحب کالای تا پوشیده، خوب عالم هم است. و مولوی صاحب کالا رو تکر از کجا خریدی؟ نیم کالای تا را پوشیدم. گفتم باش در جان من چطور نمید از برای الله هیچ رو کار میکنی. بسیار آدمای با تقوا را پیشان بنی. پیش یک کس بخاری برقی تا ماندی که این بخاریگه که برقی یک چند وقت در خانه شما باشه، دیگر روز میری که وقت بخاری برقی تا زیر صندلی خود مانده، لنگای در بخاری میخوره. حالا ما همین چیزا را با چشم خود دیدیم. دیگر روز سهل میکنی یک نفر که بالا پشت در جانش است،
این بالا پوش من نبود یک وقت من خریده بودم. سهل میکنی مردکت تا بالا میده، هیچ خجالت نمیکشه، باز سعی کنی ریش قواره را، باز تقوا را، نماز، امانت خیانت میکنه، در مال مردم خیانت میکنه. از این خاطر در الماریت یک چیز را میمانی، وقتی که دیگر از میری که وقت او را نصف نقلایت خوردن. او برادر علی امانت است پیش تو از الله بترس. حال تا کی از دست چیز کنی؟ این حال ببینی که در هر چیز امانت حفظ نمیکنی. پول که بیتی خو پیش یک کس بگی یک 10,000، هم یک دوست ما بود میگفت مردم در خوارج بازی نخو، کاتش یک 5,000 معامله کن. اگر باز در معامله خود صداقت داشت واقعا یه آدم خوبه. پیش یک کس یک 5,000 پر میتی میگه میره 2 روز بعد از پیشت میگیرم، 20 روز میدوانید. الله متعال میگه با تقوا نیست، این خائن است. والذین هم لامانات و عهدهم، تعهد که تو میکنه. حال بسیاری کساس برش میگه که برادر ساعت 10 بجه تو قرار 10 بجه ششتی، 3 روز بعد بس 12 میشه، 1 میشه، نامدی والا مصروف شد. او دوست الله اگه من هم میبادم خب قار میشدی. حالا من از 10 بجه از کل چیز ماندی، خب باز وقت زنگ میزدی میگفتی که والا نشد. عهد میکنه که 10 بجه فلانی جای ما تو کار داریم، تو دیگه قرار کل وظیفه رو ماندی، در خانه مریض داری، مشکل داری، بس میگی که بالا مکت فلانی وعده دار هستم. ایره که سهل کنی قرار تا 12 1 بجه نمی رایم نمیزنه. 3 روز بعد که میبینیش باز میگه والا از سرما یک کمک نبخشید. خال تلفن داری، یک زنگ میزنه میگه والا ببخشید من امروز آمده نمیتونم، شما چیز شوید کارتان بکنید، من از کار کل چیز ماندی. اینی گپا بسیار گپای مهم است که مسلمان ها در این قسمت بسیار ضعیف هستند و الله میگه اینی انسان ها با تقوا نیستن. اینی کسایی که اینی صفات ها را ندارن یاد آتش دوزخ میرن. اونجا قبلا آتش دوزخ ذکر کرد، باز استثناء آورد کسایی که اینی صفات داشته باشه از عذاب دوزخ نجات پیدا میکنن. والذین هم، و کسانی که ایشان لاماناتهم، در امانت های خود، و عهدهم، و در وعده های خود، راعون، رعایت کننده هستند. اینیا با تقوا هستند. یعنی منظوری است که اسلام که از نظام اعتقادی داره. ببین که نظام های اسلام میگن نظام عبادتی اسلام چی است؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نظام مالی اسلام چی هست؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نظام اعتقادی اسلام والذین یصدقون بیوم الدین. ببین نظام های اسلام براتون بیان میکنه. نظام فکری اسلام چی هست؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، که فکرن از عذاب الله میترسن. ان عذاب ربهم غیر مأمون. نظام اخلاقی اسلام چی است؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. نظام اجتماعی اسلامی چی است که تو در جامعه اسلامی زندگی میکنی؟ که امانت و عهد مراعات بکنی. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یعنی اسلام که است الله میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یعنی در تمامی نظام های اسلام داخل شوین. تو نشه که مثلا عبادت برای خود میکنی اخلاقت زشت است. خب نظام قضایی اسلام چی است؟ میگه والذین هم بشهاداتهم قائمون. در نظام قضایی اسلام چی هست؟ والذین هم بشهاداتهم، کسانی که به شهادت های خود قائم هستند، اما تو ایستاده هستند. وقتی که شهادت میتی در یک مجلس شاهد هستی، دیگر روز که تو را در محکمه میخواه باز تو نشه که فرار کنی. میری در محکمه میگی بله من شاهد هستم که اینی نفر به اینی شخص پیش روی من 1 لک افغانی پول داد و من شاهدش هستم. اگر بیادرت باشه انکار کنه برش میگی برادر در این قسمت تو جنایتکار هستی، بتیقشه. یک روز یک از خودگی ما بود که یک کسی جنجال داشت، مرا گفت که تو چه قسم دوست ما هستی، از خودگی ما هستی، در کنار ما استاد نمیشی. ما گفتم پیش از که من دوست تو باشم دوست الله هستم، ما طرف الله هستم. الله ذات عادل است. در اینه مسئله تو جنایت کردی، حق مردم است. خانه را سرش فروخته، اون مرد کالا برش میگه بر من اجازه بده که دیوار اینجا بانم، این دیوار اجازه نمیتیش. گفتم چرا اجازه نمیتیش؟ ابدا من در پالیوت استاد نمیشم. گفتم تقریبا 1 سال قار بود. گفتم 1 سال چی که کل عمرم قار باشی، الله میفهمه که من تو را گپ حق گفتیم. در اینجا تو مجرم هستی. وقتی خانه را فروختی بر یک نفر، حق داره که در ملکیت خود چی کنه؟
دیوار کنه. تو میگی نه خانه را برات فروختیم، خب اینی که دیوار حق نداری که بگیری. خب چطور کنه؟ او سیاسرای از او پیشروی تو بگرده و خدا باز مستحق هم میگه؟ الله میگه نه. وقتی که شهادت میتین، در شهادتتان نظام قضایی اسلام باید چی باشی؟ تو خودت قاضی باشی. فهمید؟ یعنی این چی باشی؟ قائم باشی، استاده باشی. والذین، دیگر نظام عبادت اسلام که والذین هم علی صلاتهم یحافظون، به نماز خود محافظه میکنن. حفظ نماز چی هست؟ وقتی که تو نماز میخوانی، او تو نمازی بخوانی که تو را از فحشا و منکر دور بسازه. نمازی که تو را از فحشا و منکر دور نساخت، معلوم میشه که تو نماز تا حفظ نکردی، خواندی. یکی خواندن نماز است، یکی حفظ کردن نماز است. حفظ نمازی هست که در اونجا سوره ها را، آیات با تدبر و تفکر میخوانی که وقتی در نماز شدی تو را از گناه خلاص کنه. اولئک، الله متعال میگه اگر کسی اینی نظام های اسلام و بالای خود تطبیق کرد، فی جنات مکرمون، یا باز در جنت های، در باغ های با عزت میباشه. فما للذین کفروا، پس چی شده؟ الذین، کسانی را که کفر و کافر شدن، قبلک، سوی تو، مهطعین، با بسیار شتاب میاین، عن الیمین، از جانب راست میاین، و از شمال میاین، ازین گروه گروه شدن. آیت مع کل امرئ منهم، آیا طمع میکنه هر کس از ایشان ان یدخل، که داخل شون، جنت نعیم، در جنت پر از نعمت. کلا، این چنین نیست که به طرف پیغمبر ناقی ناقی بدوه. بعضی کسا هست ایمان صحیح نداره، تمام روز میره پیش قبر پیغمبر، حتی ما دیدیم یک کس را پیش قبر پیغمبر شرک میکرد، به قبر پیغمبر طواف میکرد. یک تا را ما دیدم از این پیش گرد قبر پیغمبر دیگه تو دویده میره به شکل طواف، اما تو خب باز مسجد میاد دیگه، نه یک فاصله داره مثلا چند کیلومتر، یه تو دویده میره، یعنی به شکل چیز. حیران من گفتم انا لله و انا الیه راجعون. این فکر میکنه که اگه طرف قبر پیغمبر بدوی یا پیش پیغمبر بدوی ایمان نداشته باشی. ابدا ابدا. اینال چی هسته؟ کلا ان خلقناهم مما یعلمون، یقینا که ما اونا را خلق کردیم با عظمت و قدرت خود، مما از آن چیزی که یعلمون میدونن. فلا اقسم، اینجا لا توکیدیه هست، الله متعال توکید میکنه که قسم یاد میکنم به رب المشارق، به پروردگار مشارق، او مناطقی که در اونجا آفتاب طلوع میکنه. هر مملکت مشرق خاص خود داره، هر مملکت مشرق خاص خود داره. یکی مشرق و مغرب زمین است، یکی مشرق و مغرب هر مملکت. بنابراین در هر مملکت الله متعال میگه در هر منطقی که آفتاب مشرق میکنه و در هر منطقی که غروب میکنه، از اینجا مشارق و مغارب چی میشه؟ مختلف میشه، زیاد میشه. انا لقادرون، الله متعال به ذات خود سوگند یاد میکنه، میگه ما قدرت داریم علی ان نبدل خیر منهم، که اگر این امت اسلام، امت بی غیرت، بی ایمان، بی عقیده، در شرک مبتلا، غلام کفر و غلام بیدینه شوه، الله متعال میگه ما قسم یاد میکنم به ذات ذوالجلال خود که ما میتونیم که امت دیگه بیاریم که خیر منهم، که اینا از یا کده باز بهتر و خوبتر باشه. و ما نحن بمسبوقین، و ما نیستیم، الله متعال میگه ذات با عظمت من نیست که از او کده کسی سبقت کرده بتانه پیش دستی بکنه و الله را عاجز بسازه. کسی عاجز کننده ما نیست. فذرهم، پس بگذار ای رسول الله صلی الله علیه و آله این مردم را یخوض و یلعب، بگذارشان این بیدینا که دعوت قبول نمیکنن، حق قبول نمیکنن، بگذارشان که یا بسیار داخل شوند در اعمال زشت، و یلعب، و داخل شوند در افعال زشت، بانشان که ساتیری بکنن و خنده بکنن و مزاق بکنن و رشخندی بکنن و یلعب و لعب بکنن، ساتیری بکنن، برقصن، ساز بزنن، موسیقی بکنن. وقتی که دعوت قبول نکرد بگذارشان، حتی یلاقوا، تا وقتی که ملاقات شوند، یومهم، با او روزی که الذی یوعدون، که وعده داده میشن، یوم، روزی که یخرجون، روزی که اینا خارج میشن، من الاجداث، از قبرهای خود، سراعا، بسیار به شتاب، که انهم، مثل ای که الی نصب یوفیدون، به طرف از امون نشانه ها میروند.
یارا ات میگه میدون مثل که یک نفره به طرف همون نشان ها، جایی که مثلا یک جایی که برای کس نشان داده باشه که برو کونجا وضعیت است، میگه همون تو مردم دویده میرن به طرف میدان حشر. خاشعتا ابصارهم، میگه چشمایشان بسیار پایین افتاده می باشه، چشمایشان در حالت خیرگی، خشوع چی را میگن که بسیار ذلیل و خوار می باشه چشمایشان. ترحقهم ذله، که یارا پیچانده چی؟ ذلت. ذالک الیوم الذی، میگه این روز قیامت امون روز است که کانوا یوعدون، بر از اینا چی داده شده بود؟ وعده داده شده بود.